تعداد عسکران روز از روز زیاد شده ایستادند. 2 روز پیش در یکی از دهه‌های جمهوری از طرف عسکران یک تفتیش گذرانده شد. گویا ما نمیدانیم وظیفه عسکران. از اول کار آنها همین بود. اگر آنها نمی بودند این تشکیلات به سر دولت چی بلاهایی که نمی آورد. اما از بازی که جناب صبا گروه خودش را تشکیل کرد حالمان بدتر شد. خداوند ما را به دست صبا بر این ظالم نسپارد. کیستی؟ بخیر است انشاءالله. پدر دخترم سلیما دخترم سلیما. پدر من نتوانستم انتخابی برادرم رو بگیرم. سلیما گذر از بر این کارها. بین بغیر من و تو در اینجا دیگر هیچ کس زنده نمانده است دخترم. بیا گذشته را فراموش کنیم. از اینجا برآمده رویم. بیا دخترم قربانت شوم. بیا دخترم نگوی. کاش که از اینجا رفتم میشد. کاش که از اینجا گریختم میشد پدر. دخترم اگر تو خواهی همش میشود. فقط همین که بخواهی انشالله خداوند یگان راه را میکشاید. فقط از او طلب کن. انشالله پدر انشالله. متاسفانه با سردار سلیمه نیست. تمام ده را گشتم اما او رو پیدا نکردم. مادامی که به نزد دکتر نماده باشد به نزد پدرش رفته است. بیایید به دهه کارلیگ می رویم. رفتید. تشکر دخترم. نوشی جان. تشکر دخترم. تشکر. خوش آمدید. خوش باشید. خوش آمدید. خوش باشید دخترم. خوش باشید دخترم. صحت و سلامت باشی دخترم. شنیدیم که احوالت خوب نبوده است. حالا میبینیم خیلی خوب مینمایی. تشکر. خداوند راضی باشد. با یک کاری خیر به اینجا آمدنی بودیم اما شنیدیم که دیلا دخترمان مریض می باشد نآمدیم. حاضر باشد برای خبرگیری آمدیم. تشکر به شما. لیکن میبینم که دخترمان خوب شده است. اگر برای چه آمدنمان را فهمیده باشی در این مسئله گپ زنیم گفتم. خداوند از شما راضی باشد آقای محمد. در این مسئله حق دارید گپ زنید. اما یلمز یک دقیقه برو. معلش. بخیر است دیلو؟ یلمز من قرارم رو عوض نمودم. بگوی که آنها برای خواستگاری بیاین. از من هیچ چیز رو نپرس. دیلو خواهش میکنم بعد گپ میزنم. رفت. مایلش آقای محمد. شما یگان روزی معین می توانید به خواستگاری بیایید.
این خیل باشد به ما اجازت، ما میرویم. آمادگی ها را نموده پسرمان را گرفته میآییم. خداوند اگر راضی باشد نبیره ابراهیم را کیلی نمان کنیم، خیلی خوشحال خواهیم شد. نصیب. تشکر زیاد. به شما راهی سفید. تشکر. اگر شما راضی باشید همین بیگاه پسرمان را گرفته بیاریم و آنها را به یکدیگر فاتحه کنیم. چی گفتید؟ نصیب آقای محمد، شما هر وقتی که میخواید آمدن گیرید، بعداً باز صحبت میکنید. همین شب میآییم. آماده باشید. راهی سفید به شما. دیلا تو چیکار کرده ایستاده‌ای؟ این خودش چی گفت؟ حاضر هیچ کس از من چیزی رو نپرسد. من خودم میدونم چیکار کرده ایستادم. من قرار دادم. دیلا تو حالا او رو ندیده ای چه خیلی روزگی میدهی؟ غیر از این تو چه فرق دارد برفین؟ اکنون خانه دار میشوم و همه چیز را فراموش میکنم. به من گوش کن. تو حالا با طاهر گپ زنان نکردی. تو نمیدانی که او تو را تا چه اندازه دوست میدارد. چه خیل میشود که تو را دوست نداشته خانه دار شود. چه خیلی من نفهمیدم. اکم با دیلا خانه دار شدن میخواهد. دیلا تو دیوانه شدی مگر؟ چرا این خیلی رفتار میکنی؟ بس است اکنون. طاهر برای من دیگر نیست. کسی که نباشد برایم فرق ندارد. با پسری آقای محمد خانه دار میشوم. مادر برای چی این خیل کرد؟ باز اکم او رو نرنجانده باشد. چیکار میکرد برفی؟ دعا میکنیم که برادر از زود برگردد، وگرنه این دختر یگان کاری خطا میکند. راحت باشید اکنون. اسب سامان نپاییده ایستادم. اکنون حاضر گپ زنید. در کجا بودن پدر؟ سراس من شب در این باره گپ زدن آسان نیست. با اینجا بیاید. در این طرف هستم. آقای عارف با ما کمک کرده میتوانید؟ گپ زن پسرم. چی شد طاهر؟ این کس آقای کمال هستند. خوش آمدید. او را زود پنهان کردن ما لازم، وگرنه دستگیر کنن او را میکشند. بعد هم رفتن نتوانستیم چون که خیلی دور است. تا یک مدت در خانه شما ماند ممکن است؟ ما به شهر رفتنی بودیم. مادامی که میخواهید. مرحمت بیایید بزنید. بیایید. کمی دیگر میستیم پدر، اما از اینجا زود رفتنم لازم. دیگر چی کار میکنیم دخترم؟ یگان دفتر و کلم هست؟ بله هست. مرحمت برادر. سینان گفت که از دستی بوتن خلاص شده ای. تخمین کردم که به اینجا آمده ای. اگر خواهی با یوسف کمی سر گپ زنان کنم؟ لازم نیست طاهر. ما به شهر می رویم. در اونجا یک حیاتی نو آغاز میکنیم. مایلش. اگر یگان خدمت باشد گپ زن. نه طاهر، تشکر زیاد. به این همکاری خودت از حد زیاد است. پدرت که بودن و در کجا بودنش را میگویم، اما اول این مکتوب را به وطن دوستداران برده میرسانی. اگر مرا در زیر حمایه خود گیرند و محافظت کردنم را به عهده گیرند، همه چیز را به آنها نقل میکنم. خیلی خوب، دیرتر برمیگردم. طاهر، وقتی بازگشتت ما اینجا نمیشویم. بعد میمونت را از اینجا ببر. مایلش. تشکر زیاد سلیمه. بی شرفی کوری کمال از دستم گریخت. در کجایی که او را دیدید به من خبر دهید. مایل چتی میبینم. اگر او را پیدا کردیم خبر میدهیم.
در کجا؟ کی را باید پیدا کنیم؟ هیچ کس را. مقصدی اساسیمان سلیمه را پیدا کردن است. کاری دیگر نداریم. اگر ما از دست آنها گریزد و ما جستجو کنیم جای آنها افلاس کنند ما باید تازه کنیم. تو هم چشمانت را کلان کشو. آن شخص را یافتن ما لازم. خوب شده است. در کجایی تو؟ در همه جا تو را می جویم. در همین جایم پدر. چی شد؟ درباره نبیره ابراهیم گفته بودم کو. آن دختر معیوب رو با من دادنید. وای معیوب نیست. حالا صحت شده است. انشالله باز بهتر می شود. پدر مسئله خانه‌داری دیرتر می شود. من حالا کاری زیاد دارم. چی کار داری؟ از بیهوده گشتن دیگر چی کار داری؟ من که ها باز قرار دادم با آن دختر خانه‌دار خواهی شد. ممکن وای به تو آدمگری را نشان دهد وگرنه تو را پدری نخواهم کرد. مالش پدر غضبناک نشد. آماده شو. حاضر به دهه سرسو میرویم. رفتیم. مالش. آقای کمیسر پگاه لوازمات رو میارند لیکن میدونید عسکر لازم است. نباشد آدمان این تشکیلات خلال میرسانند. اگر فهمند که راه میسازید کار کرده زیانشان رو میرسانند. چون که آنها یگان ذره فکر دولت و ملتشان را نمیکنند. کار کرده راه را ساختن لازم. انشالله امکی هم. انشالله. ما کار میکنیم تا اون تجهیزات رو تنها نگذاریم. بخیر است آقای دکتری. کار دارم آلدو. برادر یوسف کمیسر در درون است؟ بله در درون است. مرحمت دکتر. بیا پسرم. سلام. آقای حمید کاری رئیسی مشکل نیست. در کدام سطح قرار دارد؟ خدا از رئیس ناحیه راضی باشد. هر کاری که ازش میآید کرده ایستادند. مهندسان هم مصلحت دارند. پگاه خدا خواهد کار را سر میکنند. شکرانه خدا. آفرین پسرم. با کمکی تو همه ای کارا شده ایستاده است. انشالله همش خوب میشود. همش. دستون نمیشودی؟ انشالله. میلش من میروم. باید برای مهندسان من خانه پیدا کنم. با اجازت شما. خیر پسرم. یک کاری مهم است. مرحمت چینید؟ بخیر است؟ این را کمال یک چشمه گفتنیش نست روان کرد. چی نوشته شده است؟ پیش وکیل میلاد بوده است. قرمز آن را خیانت کرده است. در حقش او را حبس نمودند. میگویند که اگر او را دولت در زیر نظارت گیرد همه این مسئله مهم را نقل خواهد کرد. بله در کجا بودن پدرم را هم میدونسته است. فهمو دکتر. زود حرکت کردن لازم. چاوش زود از کارون را جمع کن با عملیات میرویم. ایتوات سردارم. داگیر جمع شوید زودتر. داگیر پسرم. زودتر. پسرم مادر جان الله گفت که تو این جایی برای همین اومدم. چی شد مادر بخیر است؟ وصیت زینب را پیدا کرد اما از تو روی گرداند و به شخصی دیگر راضی داد. ای خدا حاضر در کجاست؟ در خانه‌اش. پسرم زود رفته با او گفتگو کن وگرنه یکم بی عقلی میکند. تو از پس کارا شو. آماده که شدیم تو رو خبر میکنیم. مایلش. آماده این سردار. بخیر است پسرم اینجا خودش چی آقای کمال را پیدا نبودم. او را کشتن خواستم. چی؟ اگر شرط های او را به جا آرام در کجا بودنی پدرم را میگوید کمتر پس به نزدش میرویم. انشالله در کجا بودنی پدرم را میفهمیم. انشالله پسرم انشالله. برادر ما میرویم اکنون. تا آمدن طاهر در را به هیچ کس نگشایید. سلامت باشید. ها در درون نان هم است. میرویم پدر.
بخیر است سلیمه؟ به کجا می روی؟ مهمان هم داشته اید ها؟ شما کیستید ها؟ خودی تو کی هستی ها؟ خب کن. کمال وکیل پیشتره ملتم. حالا گوی وکیلی پیشتری ملت بودم آقای کمال؟ تو دور راه داری سلیمه. گپ رو دیگر دراز نمیکنم. یا تو با من میروی یا اینکه پدرت میمیرد. از برای صاحب بودم. اگر مرا دوست داری اجازه ده که رویم. رفتن گفتی؟ تو دیوانه شدی سلیمه. با من گوش کن سلیمه. تو رو از حد زیاد دوست میدارم. برای تو شده همه کار رو میکنم، حتی تو رو میکشم. حاضر یا با من میایی یا پدرت این دنیا را پدرود میگوید. قرارت رو برار. بوتن قرار. از برای صاحب دخترم را به حالش گذار. برای تشکیلات شده جانم را فدا میکنم، اما دخترم را نرسید. کاری من به تشکیلات چی؟ من دخترم را دوست داشتم. او برایم از همه مهم است. سلیمه قرار در انتظارم. پدر حقتون رو حلال کنید. دخترم نرا با اینها. خودت را بار دیگر با این تشکیلات نزن. بگذار مرا پرونند، اما تو با اینها نرو. آفرین سلیمه، انا همین خیلی با عقل شو. دخترم. پدر کمال کور در خانه رئیس آقای عارف در دهه کرنلیک. دیلا گوش میکنم آقای تویر. چیزی که شنیدم درست است؟ شما نباید با من چنین رفتار میکردید. با حیاتم بازی کردید. دیلا با تو خانه‌دار شدنیم با آن وصیت زینب یگان علاقه ندارد. دیلا من تو را در حقیقت دوست داشتم. دیگر گپ رو دراز نمی کنیم. ما رو عذاب ندهید. ببخشید، من با شما خانه دار شدن نمیخواهم. دیلا مرا گوش کن. من در حقیقت تو را دوست میدارم. پیش من همچون دوست با تو رفتار میکردم، ولی حاضر باشد فکر و خیالم دیگر است، تماما دیگر است. نباشد مثل پیشتر هم کار میمونیم. طاهر ما آماده. دیگر با شما گپی میگفتگی ندارم. کمیسر رو منتظر نکنید. دیلا سلام آقای کمیسر. سلام. همین هویند؟ طاهر ما آماده. بیا میرویم. خواهرم زیلال
خواهرم زلال تو برای چی اینجا اومدی؟ یک بار با زلیخا گپ زنان میکردی. به خدا من دیگر سینان پیشینه نیستم. میدانم پیش خیلی بیرحمی کردم، اما پشیمانم. دیگر تکرار کردن نمیخوام. با او میگویی بحری خوب است، از او بخشش پرسیدن میخواهم. تو کاری که در حق زلیخا کردی فکر میکنی میبخشد؟ تو رفته از او بخشش پرس. زیاده او را مجبور نکن. اگر نگفته باشد نه. خواهرم زلال، من میخواهم که گناه کردم را بشویم. یک بار با او گپ زنون کنی بس است. بیا با من رویم. اگر تو در برم باشی شاید که مرا ببخشد. التجا میکنم. نیلش رفتیم. مرحمت. پسرم در کجاست؟ بحری در کجاست؟ بحری در کجاست؟ بلند گپ نزن. کنی بینیم چی میگوید. سرت صحت سلامت از زلیخا. او همراه من است. با او چند مراتب گفتم که نزد مادرت رو. مرا گوش نکرد. به هر حال در نزد عبدالله بودن در نزد من باشد بهتر است. به من گوش کن زلیخا. کاری که در حقت کردم نابخشیدنی است. تو حق داری که مرا نبخشی، اما التماس مرا گوش کن. مایلش با تو گپ میزنم، اما من و تو تنها گپ میزنیم. دیگر هیچ کس، حتی بحری هم نباشد. حاضر رو. اگه سحری من در دره مارون تو رو انتظار میشوم. میل زلیخا، من تو را پگاه انتظار میشوم. انا این گل برای تو. من میروم، رفته ایستادم تا پگاه زلیخا. من میروم. پگاه گفته هایش رو رد میکنم. به هر حال بحری همراه همان نیست که شنود. خوب فکر کن زلیخا، شاید این کارت خوب نباشد. تشکر دخترم. نوشی جان. تشکر دخترم. تشکر. تشکر دخترم. میبخشید که ما اینقدر بر وقت آمدیم. هیچ گم نه. من برای کاری خیر شده اینقدر بر وقت آمدم تا که باید هر چیز زودتر به شهر به بیمارخانه روم. برای همین شده این کار را به بر وقتی تمام کنیم گفتم. سلامت باشید. شما هم سلامت باشید. پسرم حسن مرد خوب است. میخواستیم که خواند اما نشد، خودش نخواست. من چیزی که دارم از آن همین میباشد. انشالله باوری دارم که خانه و زنش را صاحب خواهد کرد. امیدوارم که دلا را خوب نگاه و بین خواهد کرد. با امر خداوند و اجازت پیغمبرمان دخترتان را برای پسرم میخواهم.
مالش اگر خدا نصیب کنه. آمین. اما یک خواهش دیگر داریم. بهش بگو. اگر ممکن باشد در روزهای نزدیک آنها را با هم نکاح کنیم. توی را بعد برگشتنم میگذرانیم. اما اگر برگشتن نتوانم، خدا پادشاه پسرم. پدر این خیلی نگوید خدا نشان ندهد. با اجازت شما. دیلا، تو چی کار کردنت رو میدانی؟ بله، چه کار کردنم رو میدونم. کدام وقتی که خواهند همان وقت نکاح میکنم. دیلا، از برای خدا به خود بیا. این کاری شوخی نیست آخر. این خیر شدنش برای هر دویمان خوب است. هم دیگر راه بازگشت نیست. رفت و نزدشون رفت. رفت یلماز، رفت. Bülbül gibi daldan dala konmuşam oy konmuşam. مایلش ما راضی. کدام وقتی که شما گوید همان وقت نکاح خواهد شد. خوب، اینطور باشد ما آمادگی را سر میکنیم. همه‌تان از اینجا غیب دارید. وقتی رفتنتان احتیاط باشید. مایلش. کجا شدیم دکتر؟ مکتوبتان رو طبق گفته‌هاتون با امنیت دادم. این کس کمیسر یوسف کاری از دستش آمده رو برای شما میکند. اکنون نوبت من. طبق وعده دادم پدرت کیست و در کجا است به تو میگویم. پدرت با گناهی آدم کشی در دست تشکیلات افتید. بعد آن تشکیلات را از خود کرده با اعضایانش همراه شد. این طرفش را میدونم. با من در کجا بودنی پدرم را بگوید. سراس من شب دکتر، چون که کارهایی کرده پدرت را شنوی خوشت نمی آید. من اگر در جای تو می بودم هیچگاه او را نمی جستم. برای چی؟ این کار از آنچه تو فکر میکنی بدتر است. من آماده ام برای شنیدن. چی گفتن میخواهید گپ زنید؟ پدری تو با دقت باشد. همه جا را با دقت نگاه کنید. او را زود دستگیر نمایید. زودتر. انا از اون طرف برم. زودتر. ده کرلیک به هوتا افتاده. گپ زنید. پدرم در کجاست؟ پدرم در کجاست؟ زود او را به نقطه کی ببرید. زودتر به اینجا بیایید. زودتر کمک کنید. زودتر. صبر کنید ای خدا. پسرم، طاهر پسرم، طاهر پسرم، با تن سلیمه را با خود برد. دخترم را برد. اینها را به من دهید. به من دهید. انا همین. به من دهید. آهسته. بله. آهسته. سروسی من شب دخترم. آهسته. تنی گرفتیم. بردار.
باز کمی وقت داری سلیمه. خودت را آماده نما، امروز نکاح میبندیم. سلیمه بخیر است؟ در اینجا چی کار میکنی؟ بوتان مرا پیدا کرد. نه خوب، اکنون چی میشود؟ مادام که از اینجا خلاصی نیست، از فرصت استفاده بوده قصدم رو میگیرم. حتما میگیرم. برای قصد اکم رو گرفتن آخرون فرصت است. اگر لازم شود با او خانه دار میشود. انا بعد میدونم که با بوتان چی کار کنم. میدونم. مایلش خدا نگهبان. دخترم تو دیوانه شدی؟ عقلت رو خوردی؟ چرا این خیل رفتار میکنی؟ مگر این خیل میشود؟ تو یگان کمبودی داری که این کار رو میکنی؟ برای من همین بهتر است خدای زیبا. هیچ چیز نشده است. خود بیا کمی. دیلایی که ما میشناسیم این خیل نیست. وای با عقل است. گویا که بجای دیلا کسی دیگر آمده باشد. مادرم راست میگوید دیلا، این کاری کردت خوب نیست. تو خطا میکنی. هم حیاتی خود را و هم اساوی رو میسوزانی. وای چه گناه دارد. از فکرهایی که تو میکنی وای خبر ندارد. بس است اکنون. دیگر هیچ چیز را شنیدن نمیخواهم. حیاتی من است. فهمیده؟ هر کس باید کار خودش را کند. با فکر خودم کار کردنم بهتر است. برای همین التماس به من کاردار نشوید. به حیاتی من کاردار نشوید. ای آقای کمال است. بخدا با او چه شده است؟ نفهمیدم چه شده است؟ خیشتون میشود؟ نه، او از دهه ما است. حالا هم زنده است. اگر تیر را از بدنش گیرم 100% باوری دارم که زنده میماند. پدر شما رفتن گیرید من میآیم. پسرم پدر میآیم گفتم. زودتر باشه برادران، زودتر. مانده تخمه من خودم. روید. بیا. پسرم چی شد؟ کمی مانده بود. کجا بودن؟ پدرم را میگفت. همان لحظه او را پراندند. مرد بیچاره. انشالله زنده میماند مادر و همش رو با ما میگوید. انشالله پسرم انشالله. مادر دیلا رو خبر میدید؟ میدی اما قرارش شرط نیست. امروز نگاه میکنند. مادر آخری او را روان کرده میتواند. حاضر با او احتیاج دارم. مایلش پسرم مایلش. در کجا بودن پدرم را تنها شما میدانید. التجا میکنم زنده بمانید. یعنی چه خیل نمرده است؟ چه خیل؟ دکتر او را به نقطه طبی آورده است. در آنجا سربازان بودند. نزدیک شده نتوانستم، اما او را از دوری پراندم تا نگوید. خیلی با قوت بوده است. برای چتین انجام دادن این کار خیلی مشکل است، اما حسن بمانه به نقطه طبی در آمده میتواند. کمال را کشته دختر را میدزدید. در آنجا سربازان بودند. انا به تو فرصت. اگر موفق شوی به وظیفه بالاتر خواهی رسید. آرزوهایت جامعه عمل خواهد پوشید. چتین تو را دستگیری خواهد کرد.
اما من چخیل انجام میدهم این کار را. ما با قرارگاه همون میگذاریم. این را به طاهر خبر دهید. اگر اگه احتیاج داشته باشه ما همونجا. مایلش پسرم. من به شما یک خبر رسوندنیم. مرحمت. سینون تروریست پگاه سحر به غوری مارون می آید. دیلا گوش میکنم آقای طاهر. من آمادم. دیلا با فکری تو سراسیمه شدن کاری خوب است؟ برای چی؟ با فکر من بعضا می شود که سراسیمه شدن لازم می آید. خودتان از من بهتر میدونید. قرارت رو سراسیمه وارو برآوردی. مایل از چیکلی که میخوای. شاید با گپای من گوش دادن نمیخوای. میدانم که مرا دیگر نمیخوای، اما برای یک فکری خطا حیاتت رو نسوزان. دیلا خوب شما خواطر نشوید. من خوب فکر کرده قرارم رو دادم. درست است نادرست است قرار من است. حد اقل دیگر مانع شما شده نمیتوانم. خواطر نشو، مثل بازی کودکان انجام خواهد یافت. بله همین خیل است. چه خیلی گذشت پسرم؟ خوب گذشت مادر. انشالله زنده میموند. همین که به خدایا در کجا بودن پدرت رو انشالله پسرم. گوش کن، من گفتنیم که کاش از پس این کار نمی شدی، بلکه ما خطا میکنیم. مادر بس کنید، ما کاری خطا نمیکنیم. برای یافتن پدرم اینقدر نزدیک شده. آقای طاهر من به خانه میروم. دیلا کمی صبر کن، با تو گپ دارم. دیگر یگان گپ برای گفتن نمونده است. دیلا میدانی که تو یک روی کرده ایستادی. چیکار کردن رو خودت نمیفهمی. اگر دردت مرا عذاب دادنی باشد از حد زیاد عذابم دادی، اما با این عذاب من سزاوار. فهمیدی؟ پیش شاید به تو آنقدر اهمیت نمیدادم چون که من زینب را دوست می‌داشتم و خانه دار شدم، اما همین رو به تو گفتنیم که بعد مرگ زینب شخصی از همه نزدیکترینم تنها تو هستی. تنها تو. التجا میکنم، دیگر شما رو گوش کردن نمیخواهم. من پگاه نکاح دارم آقای طاهر. به کار آمده نمیتوانم. Maylaş Dilo. Ya beni de götür, ya sen de gitme. Ya beni de götür, sen de gitme. من در کجایم؟ آقای کمال، من در کجایم؟ یاره دار شده بودید. حاضر احوالاتون خوب است. دکتر گپم ناتمام ماند. درباره چی گپ میزدید؟ در کجا بودنی پدرم رو گفته ایستاده بودید. حاضر میگویم.
به یادم آمد. کجا بودنی؟ پدرت را گفتنی بودم. بله. در کجا بود؟ به یادم آمد. پدرت از جایت نشون دکتر. ایستا آرام شو، ایستا. ای شنونده، ای شنونده. تو اون شخص میباشه. دیلا خطای کلام میکند. بله دکتر، تو راست میگویی. اینجا کجا هست؟ دیلا از اینجا برآمدم وسیم. دیلا حیاتش رو برباد میدهد. نجاید است آقا. با تو این خیر رفتار کردن نمیخواستم، اما شنیدم که با جستجوی پدرت سر کردی. چیکار کردید؟ با پدرم چیکار کردید؟ این سرگذشت ناقدر خوب است دختر. برای همین حاضر با تو یک شرطنامه میبندیم. اگر شما فکر کنید که با سوالهایتان جواب میگیرید خطا میکنید. دیگر پدرت را نمیجویی. این هم برای پدرت خوب است و هم برای اهل عائله‌اش. فهمو؟ با این تهدیدهایتان مرا ترساندن لجام تو بر این انسان کنجکاو را کشیدن لازم. تو حتی تصور کردن نمیتوانی که با کدام طایف آدمان سر و کار گرفته ای. دیگر سلیمان کایه را جستجو نکن و همین را هم خوب در یاد دار که اگر این موضوع را بار دیگر گشایی احوالت خیلی بد می شود. از این روز پس از روی گفتم عمل نکنی. خودت میدانی که از دستمان همه چیز می آید. حاضر از اینجا همچون انسان با عقل راست به خانه‌ات می روی. تصور کن که پدرت مرده است و نام و نشانش را دیگر نخواهید دید. میلش چقدر که شما میخواهید همون خیل خواهد شد. اکنون مرا رها کنید که روم. زود رفته یک کار را اجرا باید کنم. همین که به شرطهایم راضی شدی میتوانی بروی. برای چی سلیمان را دانستنش اینقدر مهم بوده است؟ برای آن که او در جای مهم تشکیلات می باشد. اگر کسی کجا بودنش را داند تمام کارهای تشکیلات برباد خواهد رفت. تمام معلومات و حجتهای لازم این تشکیلات به سلیمان وابسته است. و دقت همه شما خاموش. اون دلخومندان امروز به قرارگاه ما می آید. با اون شخصانی که اینجا خدمت کرده است برایشان افتخارنامه و حجت بدهید. همه کارهایی که باقی مانده است تا پگاه به انجام رسانید. باتن حاضر همه است پس این کار. چی شد سلیمان؟ با تو خونه دار می شوم، اما یک شرط دارم. چی شرطی؟ برای تو از دستم هر چی باید میکنم.
никоҳамонро бародарат мегузаронад. яъне он дер خموتر نشو مثل گفتت خواهد شد. سلیمه تو چی ها میگویی؟ نخواه تو با این اوباش خونه دار شوی. نه اون در رو میکشم. خوش آمدید آقا. خوش باشی. خوش اومدید. خوش باشی دخترم. خوش باشی دخترم. مرحمت گیرید. تو پسرم آقای محمد حسن دیلا دخترم را و همسری قبول میکنی؟ بله. تو دختری محسن دیلا پسر محمد حسن را و شوهری قبول میکنی؟
ما خواهده بکنم تو دیرگا دل منی لیل دینه تو زمانه در منی زنهای دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمایید. قسمتی تلخم ای خدا ترکی پسم ای خدا از آچه شد و مشدا گریز من سلامت بادا جان و دل من فدای نامت بادا گرفتارم به چشمانی سیاه تو بیا بخیلت شمی دارم تا بکر چشمت سرما کردی میده با خوشت خوشی تو میمیرم خاک آمده ما بر خاک میرم